این خانواده هر جا میرن معمولاً روی هم خوابیدن. این موجودات مورچه‌خوار هستن. از پایین به بالا، شوهر، خانم و بچه. واقعا میشه گفت مورچه‌خوار نر یک شوهر نمونه بین تمام حیواناته. هر دفعه که شوهر میخواد بره بیرون، زن و بچه رو کول میکنه و معمولاً اجازه نمیده پاشون حتی به زمین بخوره. از نظر بقیه حیوانات که از بیرون نگاه میکنن، به نظر میاد که اونا دارن پوز رابطه عاشقانه‌شون رو میدن، ولی در واقع این ذات و طبیعت مورچه‌خوار هست. به دلیل نیاز به کندن لونه مورچه‌ها، دست جلوی مورچه‌خوار پنجه‌های بلند و قدرتمندی داره. این امر باعث میشه که اونها نتونن خانم و بچه‌های خودشونو با اندام‌های جلویشون مثل بقیه حیوانات در آغوش بگیرن. علاوه بر این، هم کردن همسر و بچه رو پشتشون میتونه خانواده را از تهدید شکارچیان احتمالی روی زمین محافظت کنه. و همچنین مراقبت از بچه‌ها در حین جستجوی غذا هم راحت تره. در نهایت گفته میشه این رفتار به تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده و حفظ امنیت بچه‌ها کمک میکنه. خلاصه مورچه‌خوار نر یک شوهر بسیار نمونه است. بفرستین برای آقایون تا ازش یاد بگیرن. اگه میخوای هر روز ویدیوهای جدید ببینی، ما رو فالو کن.